الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبي محمد. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و تماشاکنان عزیز، الله تبارک و تعالی را بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم به خاطر همه نعمت‌های خداوندیش، به خاطر همه نعمت‌های بیشمارش. الله تبارک و تعالی نسبت بندگانش بسیار مهربان است، رحیم است، رؤوف است. دوستی الله سبحانه و تعالی نسبت بندگانش حد مرزی ندارد و الله تبارک و تعالی در حدیث میفرماید پیغمبر خدا علیه الصلاة و السلام نسبت مهربانی خداوند تبارک و تعالی، آنجا که مفهوم حدیث میگم انشاءالله که الله سبحانه و تعالی پیش از اینکه دنیا را خلق کند مهر و محبت را خلق کرد و این مهر و محبت، شفقت، مهربانی، دلسوزی را 100 تقسیم کرد. هر یک تقسیمش به اندازه مسافت از آسمان تا زمین است و از 100 قسمت رحمت، شفقت، مهربانی فقط الله تبارک و تعالی یک قسمتش برای تمام مخلوقات عطا کرد و 99 تاش برای خودش گذاشت. یعنی به سبب همون یک رحمت مادر فرزندش نوازش میکنه، دوستی میکنه با فرزندش. حیوانات وحشی ها، درنده ها و پرنده ها نسبت همدیگر مهربانی میکنه. اما در روز قیامت الله سبحانه و تعالی همین رحمت و شفقت، مهربانی را تکمیل میکنه، پرراه میکنه. تصور بکنه که تمام مخلوقات از انسان گرفته و ای جن گرفته و ای ملائکه و ای پرنده و درنده و الله اکبر، حد مرز الله خودش میدونه چقدر مخلوقاتی داره. فقط یک قسمت از رحمتش در مابین مخلوقات الله سبحانه و تعالی تقسیم کرده شده. 99 نزدیکش است. سبحان الله. زمانی که ما و شما ملاقات با مادر ما میکنیم، سبحان الله، مادر عجیبه نه؟ اون رحمتی که مادر دارد، اون شفقتی مادر دارد، اون مهربانی، دلسوزی مادر دارد، از مهر محبتش گریه میکنه. سبحان الله. چی برسد زمانی که الله سبحانه و تعالی در روز قیامت با بندهش ملاقات میکنه، بنده وقتی که الله هم میبینه، اون مهر و محبتش، اون شفقتش، دوستیش انسان آب میشه. آب. اما الله سبحانه و تعالی قوت قدرتش میده انسان که هلاک نشود. الله سبحانه و تعالی بسیار بندگانش دوست میداره. پس اون کسانی که دست به معصیت زدن، دست به گناه زدن، ترک نماز و روزه و عبادت، رو به فحشا و زنا و دزدی و غری و ریبا و دیگر از رحمت الله هرگز ناامید نشوید. لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. اصلا از خداوند تبارک و تعالی خودش میفرماید ای کسانی که در گناه غرق شدین رفتین، هرگز سری تسلیم خم نکنید، تسلیم نشوید، ناامید نشوید، از رحمت الله ناامید نشوید. چرا؟ این الله یغفر الذنوب جمیعا. الله همه گناه میبخشه اگر خواهد. خداوند رحمان رحیم است. یک مادر وقتی ملاقات میکنی فرزندش میبینه،
فقط با محض دیدار فرزندش از چشماش اشک میریزد، چون که سیله رحمه و خداوند سبحان الله ارحم الراحمین رحمان رحیم میگه. رحمان رحیم، رحمان یعنی که خداوند رحمان است، رحمان رحیم این دو صفتی است، یعنی که به اندازه الله سبحانه و تعالی مشتق گرفته شده از رحمت، از مهربانی، از دلسوزی، از شفقت گرفتگی شده است. رحمانش که برای همه خداوند میتید، چی مسلمان چی کفر. سبحان الله در این دنیا چقدر بندگان الله هستند از خداوند رو میگردونند، اما بازم الله سبحانه و تعالی مهربانی مینه، دست میتید، طعام میتید، آبرو میتید، عزت میتید، مال میتید، زن میتید، فرزند میتید و کدام یک نعمت الله میگیم. رحیم یعنی رحیم است بازم از رحمت شفقت فقط برای کی؟ در قیامت برای مسلمان ها هستند. پس ما مسلمان ها بسیار سخت نیازمند به مهر و محبت هستیم نسبت همدیگر، نسبت همدیگر بسیار نیازمند هستیم که همدیگر مهر و محبت بکنیم، شفقت باشیم، دلسوزی کنیم نسبت همدیگر، نه وابسته از ملت، نه وابسته از سین سال، نه وابسته از حالت بوی کمغلی فرق نداره. همیشه باید ما نسبت همدیگر مهر و محبت داشته باشیم که الله سبحانه و تعالی چقدر خودش رحمان و رحیم است، مهربان است، دعوت میکنه به سوی چی؟ به سوی مهربانی. میفرماید که مهربانی کنید، شما با همدیگر مهربان باشید. من لم لا يرحم لا يرحم. هر کس که اگر رحم نکنه بر دیگران خداوند رحم نمیکنه. یعنی در واقع رحم کردن، دلسوز بدن نسبت خلق خدا، یعنی این در واقع این است که رحم خوردن و که دلسوزی نسبت خودت. فکر نکن یک کس مثلا رحم میکنم، دلسوزی میکنم، مهربانی میکنم، این برای خودت در حقیقت، چون که رحم نکنی خودت را رحم نمیکنه، رحم کردی الله رحمت میکنه، چون رحمان رحیم الله و دوست میداره چرا؟ مهربانانه، دلسوزانه. هر کس که مهربان است، شفقت داره، الله دوستش میداره. این صفت مؤمنه، این عادت مسلمان است. اون کسی که به الله و روز قیامت ایمان داره و امت پیغمبر علیه السلام هست و این خیلی صفت داره، مهربانه، دلسوزه، دیگران را حرمت احترام میکنه، قدردانی میکنه، دلسوزی میکنه، سختگیری نمیکنه، بد رفتار نمیکنه، آبرو نمیریزونه، فند فریب نمیکنه، به تفاوت نیست. در خوشیش در کنار، در سختیش در کنار شاید، در کنار برادر شاید، در کنار مردم است، با مردم است. نسبت خلق خدا به تفاوتی نمیکنه، به اهمیتی نمیکنه. که پیغمبر الله صلی الله علیه و سلم در حدیث میفرماید که ترى المؤمنین فی تراحمهم و توادهم تعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى عضو تداعى له سائر جسدی بالسهر والحمى. مثل و داستان مسلمانان نسبت همدیگر در مهربانی، در دوستی، در شفقت، پیغمبر الله صلی الله علیه و سلم میفرماند که مثال و داستان یک جسم است، یک تن است. یعنی که تمام مسلمانان به منزله یک تن، یک جسم هستند. زمانی که یک تیکه بدن انسان درد میکنه، تمام بدن به طاقت میشود. وقتی که دندون درد میکنه، تمام بدن به طاقت میشه، خوب کردن نمیتونه. زمانی که دست درد کنه، از چشم اشک میریزه و زمانی که از چشم اشک بریزه دست پاکش میکنه. این صفت مسلمان ها هستند. ما در اینجا در اون کجی دنیا اگر افریقا هر مسلمان هر یک سختی داشته باشه، ما اینجا باید به طاقت شیم، خوب نبره. یعنی مثال و دستال مسلمان ها همین خیلی است که
نسبت همدیگر بسیار مهربان هستند، نسبت همدیگر بسیار دلسوز هستند، شفقت دارند، مهربان هستند. سختی برادر و خواهرت سختی خطای، مشکلی خود منای. همین است که پیغمبر الله صلی الله علیه و سلم در دیگر حدیث مبارک می‌فرماید لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. لا یؤمن احدکم، یعنی شما مؤمن نمیشه، شما ایمان ندارید تا زمانی که هر چی که برای خودت میخوای برای برادرت مسلمان بخواهی. اینجا یعنی که ایمانی کامل ندارید، این مفهوم دارد. یعنی شما مسلمان کامل پر نمیشوید تا اون زمانی که هر چی برای خودت میخوای باید برای برادرت بخوای. برای خود آبرو میخوای باید برای برادرت آبرو بخوای. برای خود امنیت تنجی سلامتی میخوای باید برای برادرت تنجی امنیت سلامتی بخوای. برای خود خیر و خوبی میخوای باید برای برادران خیر خوبی. برای خود نفع فایده میخوای باید برای برادرت فایده برسونی، فایده بخوای. هر چی که برای خود میخوای باید برای برادرت بخوای. اون زمان میشه مسلمان کامل، مسلمان واقعی. و الا اگر نباشه ایمان کامل، ایمان ضعیفه، ایمان خلل داره، ایمان کمبود داره. اصلا رحمت چی است؟ رحمت رساندن فایده برای دیگران، رساندن خیر برای دیگران، نه ضرر، نه بدی، نه سختی. انسان همیشه در پای فایده خچای تا فایده بکنه، برای فایده به دست بیاره. همین را باید انسان برای خیر خوبی برای دیگران باید برسونه. همین خیل رحمت یک چیزی هست که نرمی هست با تمام اعضا نسبت دیگر خلقای خداوند. با زبان نرمی گفتن، زبانهای خوب، سخنان خوب، سخنان یعنی خوش برای دیگران زدن است و رفتار خوب نسبت خلق خدا کردن است. این است رحمت. در صحیح بخاری و صحیح مسلم رحم الله تعالی علیهما اومدگی که یک زمان در زمان پیغمبر خدا علیه السلام یک چند اسیر آوردن. در مابین اسیرها یک زنی بود که فرزندش گم کرده بود و مابین مردم حرکت میکرد، زود میکفت، کودکش میکفت، مابین کودکش میکفت، مثل آدم در حالت پانیک است، یعنی که از خودش در رفتگی، خودش فراموش کردگی، فکری فرزند فقط دو مابین کودک و فرزندش کفته است. یک زمان یوف کودکش درو گرفت، در بلند کرد، در آغوشش جقید، درو شیرش داد. این شیرش داد که این منظره پیغمبر خدا صلی الله علیه و دید و به اصحابش خطاب کرد، فرمود که شما چی نظریه دارید نسبت این مادر، نسبت این زن؟ آیا این زن میتونه که فرزندش در آتش باندازه؟ اصحاب نه هرگز. پس الله سبحانه و تعالی نسبت بندگانش از این زن دیده نسبت فرزندش مهربانتر است. خداوند دوسته، بندگان مهربانش دوست می‌داره و دعوت به سوی مهربانی میکنه و امر میکنه شما مهربان باشید، دلسوز باشید، سخت دل نباشید، خشمگین نباشید، بد اخلاق نباشید. الله سبحانه و تعالی بد اخلاق را، بد انسانای بد دل‌هایی که سخت سنگین هستند دوست نمی‌داره. بنابر همین پیغمبرش علیه السلام در سوره مبارکه آل عمران می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. اینجا باید ما شما اهمیت بدیم، تفکر کنیم که الله سبحانه و تعالی
بهترین پیغمبرش و حبیبش میفرماد که فبما رحمت من الله لنت لهم، یعنی این رحمت الله بود که تو نرم و ملایم و مهربان و دلسوز به نسبت اصحابت، نسبت خلق الله. ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، اگر تو رفته و درشت اخلاق میبدی یا که درشت سخن میبدی، قپل میبدی، لانفضوا من حولك، همه از گردت میگرفتن، یگان کس در نزد نمیشید، یگان کس در نزد پیدا نمیکردی. اما رحمت الله چی است؟ مهربانی است. رحمت الله چی است؟ دلسوزی است. دوستی الله چی است؟ با مردم خوب رفتار کردار است، رفتار و کردار خوب کردن است. این رحمت الله است. پیغمبرش بهترین مخلوق الله، وقتی که اگر رفته و مهربان نمیشید میگریختن ما و شما کجا هستیم؟ بر ناخون پیغمبر ما علیه السلام میبریم. پس هر کس اگر بد اخلاق باشه مردم از اون خسته و حلب میشن، از اون میگریزن، دیگر نمیخوان با اون چو کنه ملاقات حتی بکنن. پس این صفت مؤمن نیست، الله سبحانه دوست نمیداره. در دیگر حدیث میفرماید که ان الله كتب كتابا قبل ان يخلق الخلق ان الله رحمتي ان رحمتي سبقت غضبي فهو مكتوب عند فوق العرش. دیگر حدیث پیامبر الله صلی الله علیه و سلم میفرماید نسبت هم مهربانی که الله سبحانه و تعالی پیش از اینکه خلق مخلوقات خلق الله سبحانه و تعالی نسبت خودش نوشته بود که ان رحمتي سبقت غضبي، ان رحمتي سبقت غضبي، رحمت من پیشی میگیرد غضب من. الله اکبر. الله اینقدر مهربانه. پناه به الله از خشم خدا، از غضب الله. اما خداوند بسیار مهربان است، میفرماید که رحمت من، مهربانی من یعنی بالا میگیره بر غضب، بر قهر، بر فعلم، بر خشمم. در سوره مبارکه اعراف آیت 56 میفرماید که الله سبحانه و تعالی ان رحمت الله قریب من المحسنین، ان رحمت الله قریب من المحسنین. و کسانی که بد اخلاق هستند، دل سخت دارند، باید فکر کنند و الله سبحانه و تعالی ما درخواست میکنه همه ما را مهربان بگردونن، دلسوز بگردونن، در این باره ما را کمک کنه. خودش خداوند اعلان میکنه ان رحمت الله قریب من المحسنین. رحمت الله بسیار نزدیک است به کی؟ با کی نزدیک است؟ به خشمگینان، به بد اخلاقان نه، محسنین، به نیکوکاران، به مهربانان، به دلسوزان، به آنها قریب است، نزدیک است. ان الله یحب المحسنین. نیکو کنی تا الله دوست مبدارد، مهربان باشه تا الله دوست مبدارد، نظم مبینه. ان الله یحب المحسنین. سبحان الله، خالق ارض سما و تمام هستی اعلان میکنه در کلام پاکش که من آدمای مهربان نیکوکاران دوست میدارم. سبحان الله. از این دمیشه که نعمت بزرگ زمانی که الله دوست دارم. از منبع یک میلیون مخلوقات الله سبحانه دوست میدارد، به نامت فریاد میکنه. سبحان الله. ان الله یحب المحسنین. پس محسنین همیشه حرکت میکنن که نسبت خلق خدا خوبی کنن، نغزی کنن، احسان کنن.
الله سبحانه و تعالی را همیشه به یاد میآورند. هرگز الله سبحانه و تعالی را از خودشون دور نمیبینند. الله سبحانه و تعالی را چنان عبادت میکنند یا که با خلق خدا چنان رفتار و کردار میکنند که یعنی که همین خلقی الله را دیده ایستند، با چشم شر مشاهده میکنند. اگر این نتونستن مینمون وقتی معامله با مردم با خلق خدا این احساس دارن که الله ناظر حاضر است. الله سبحانه و تعالی به آنها نظر دارد، نگاه میکنند را. چخیلی که الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه شعراء میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و توکل علی العزیز الرحیم. اینجا دوستی خداوند مهربان خداوندی میفرماید و توکل علی العزیز الرحیم. ای بنده من توکل به عزیز رحیم کن. عزیز غالب زور، یعنی بغیر الله هیچ زوری نیست. الله غالب است، الله همیشه پیروز است، الله همیشه به هر چیزی که میخواد قادر است. زور عزیز فقط الله سبحانه و تعالی است. رحیم بسیار مهربان است. توکل به اون ذات که الذی یراک حین تقوم، همون ذاتی که تو را میبیند، مشاهده میکنه زمانی که از خواب بلند میشه، زمانی که از جا بلند میشه الله تو را دیده است، میبیند، مراقبت دارد تو را. و تقلبک فی الساجدین، زمانی سجده میکنی نگاه دارد. انه هو السمیع العلیم، الله سبحانه و تعالی شنونده بینا داناست. یعنی محسن همیشه الله سبحانه و تعالی را ناظر و حاضر اعمال خودش میدونند. الله سبحانه و تعالی حدیث دیگر میفرماید پیغمبر الله سبحانه و تعالی که ان الله كتب الاحسان على كل شيء. سبحان الله، عجیبه. الله سبحانه و تعالی هم خودش مهربان است، رحیم است، دلسوز است و هم بندگانش به سوی مهربانی دعوت میکند و هم پاداش میدهد. هم اسلام دینی امن، دین صلح، دین آرامش، دین مهربان قرار داده است که الله سبحانه و تعالی میفرماید ان الله كتب الاحسان على كل شيء. الله سبحانه و تعالی نیکوکاری و مهربانی را بر همه مخلوقات قرار داده، یعنی که بر ما فرض واجب است که همیشه کوشش کنیم مهربان باشیم نسبت تمام خلق الله سبحانه و تعالی. در دیگر حدیث میفرماید پیغمبر الله که فی کل کبدین رطبین اجر، در هر یک جاندار، در هر یک زیروحی که روح داره انسان وقتی که مهربانی میکند الله سبحانه و تعالی باید پاداش میتید، ثواب ثمره میتید. و در دیگر حدیث میفرماید فی کل ذات کبدین حر اجر، در نسبت تمام موجودات تشنه هست انسان وقتی که آب میتید الله سبحانه و تعالی همین انسان پاداش میتید، اجر ثواب میتید. ببینید که معیار پیغمبر الله صلی الله علیه وسلم نسبت همین مهربانی دلسوزی و نسبت خلق الله، یعنی نسبت مسلمانان مؤمن ها نه، نسبت حیوان ها که در حدیث هم مرد آمدگی هم زن. یک در گذشته در امت پیشین پیش از یعنی پیغمبر ما علیه السلام یک زن بدی بود، یک زن فاحشه بود. یک زمان تشنه شد، در یک چاه رسید، چاه در آمد آب خورد. وقتی که برآمد از چاه هوا گرم بود، از شدت گرم بود، دید یک سگ بسیار تشنه هست. از بس که تشنه سخت بود زبانش برون آمد، خاک می لیسید. این زن سبحان الله گفت این هم تشنه شده مثل من تشنه شده. با سختی برگشت داخل درون چاه رفت، با پای افزارش پتنگش آب گرفت، سگ آب داد. سبحان الله، یعنی که نسبت سگ مهربانی کرد. پیغمبر الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که الله سبحانه و تعالی همین زن را به همین بخشید، همین کار مهربانیش دلسوز نسبت چی؟ نسبت سگ، نسبت حیوان که کرد الله سبحانه و تعالی همین زن بده وارد در داخل بهشتش کرد. سبحان الله. پس کاری خوبه اگرچه کم باشد مهربانی دستی کم نگیره.
هر چقدر میتونیم باید ما شما مهربانی دلسوز کنیم، دلسوزی کنیم. همین خیلی با در حدیث هست که زنی به سبب گربه پیشک جهنم رفته گیا. چرا؟ چون که نسبت گربه نسبت پیشک بد اخلاقی کرد. پیشک را گربه را در خانه محکم کرد، آب طعامش نداد، گربه عذاب کشید، در نهایت سرانجام از بس که گشنه و تشنه موند از دنیا گذشت، مرد. به سبب همین کاری بعدش الله سبحانه و تعالی همین زنه داخل جهنم کرد، جهنمش برد. سبحان الله. حالی چی برسه اذیت آثار رسوندن خلق خدا یا که مسلمانان بندگان الله سبحانه و تعالی. اون نسبت خلق خدا که پیشک گربه این خیلی بد اخلاقی کنه و چی برسه به بندگان الله سبحانه و تعالی که فند فریب در هر کجی چقدر حاضر نسبت، یعنی همین مهر محبت مهربانی چقدر کم پیدا شده گیه. برعکس خشمین فعلین حرکت میکنه، چقدر غیبت سخنچینی بعدی فند فریب مالخوری. سبحان الله. کوشش کنیم حرکت کنیم که به هر راهی باشه که مثلا یک مالش از پیش برم فند فریب. سبحان الله. این مسلمان است. لا یؤمن احدکم. تا زمانی که برای خودت نمیخوای چیزی که میخوای باید برای برادر بخوای، تا بعد اون مسلمان میشه، انسان مؤمن کامل میشود. یعنی این پیغمبر الله صلی الله علیه و سلم دعوت میکرد، تربیت میکرد اصحابش که یعنی که کمترین مهربانی دستی کم نگیرن، همیشه مهربان باشن. چقدر داستان‌های هستن که از تاریخ ما و شما میدونیم، نه؟ پیغمبر الله صلی الله علیه و سلم اصحابش چقدر تربیت دادن. خود حضرت عمر فاروق رضی الله عنه اگر بگیریم چقدر پیش از اسلام خشمی بودن، نه؟ همه اصحاب پیغمبر خدا علیه السلام در زمان جاهلیت چقدر یعنی دیلهاش سخت بودن، کرداراش زشت قبیح بودن. اما بعد از اینکه در اسلام آمدن پیغمبر الله صلی الله علیه و تربیت کردن، اصلاحش کردن، نسبت مهربانی چقدر مهربان شدن. سبحان الله. حضرت عمر فاروق چقدر سختگیر بودن، اصلا ذره رحم نداشت پیش از اسلامش. چقدر با شدت سختگیری بود. تاریخ میدونه که تا اون زمانی که شمشیر را در غلاف زد، حرکت کرد به سوی چی؟ به سوی حبیب خدا صلی الله علیه و سلم، به خاطر از بین بردنش. سبحان الله. اما الله سبحانه و تعالی برنامه‌ای داشت نسبت حضرت عمر فاروق، چون اون دلی که داشت از دروازه دلش هوی بود، حرکت میکرد عدالت باشد، نه؟ الله سبحانه و تعالی صفتی همون صفتی که عدالت داشت خداوند هدایتش کرد. پیغمبر الله صلی الله علیه و دعا کرد که خداوند اسلام عزتی به سبب عمرین، یکی عمر بن خطاب رضی الله عنه، دیگرش ابو جهل بود که الله سبحانه و تعالی ابو جهل از هدایت نکرد، اما حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هدایت کرد. چقدر گریه میکرد عمر فاروق رضی الله عنه که شب روز گریه میکرد، در چهره مبارکش 2 خط مونده بود از اثرات گریه کنیش. میگفت من آرزو دارم نجات بیام، فایده نه، از آتش جهنم نجات بیام. ایرا کی نشون داد که حضرت عمر فاروق گریه میکرد که اثرات اشک در چهرهش مونده بود؟ محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم گاه وقت در نماز چون گریه میکرد که نمیفهمیدن اصحاب پیغمبر خدا عمر فاروق امیر المؤمنین چی تلاوت کیسه است، کدام سوره رو خونده است. این شفقت مهربانی از کجا کی نشون داد؟ پیغمبر الله صلی الله علیه و سلم. پس ما ائمه محمدی علیه السلام قدم به قدم به پیغمبرمون
علیه السلام باید بزنیم. چرا که الله سبحانه و تعالی میفرماد ما ارسلناک الا رحمة للعالمین. سبحان الله، ما تو نفرستاده مگر رحمت، شفقت، دلسوزی، مهربانی برای تمام عالم، برای تمام جهانیان. زمان پیغمبر الله صلی الله علیه و سلم نماز میخون، حسن حسین نبیراش می آمدن بالاش می چخیدن در نماز خود نمیکرد، می ایستاد سجده که خشوع فرویان از پشت پیغمبر الله صلی الله علیه و سلم. بسیار مهربان، دلسوز بودن. یک زمان پیغمبر الله صلی الله علیه و سلم حسن رضی الله عنه را بوسیدن، مچک کردن، در آغوش گرفتن بوسیدن. سبحان الله، مهربانی کردن. اخرا بن حابس تمیمی گفت که ای پیغمبر خدا، آیا شما مچک میکنین نبیراتان حسن رضی الله عنه؟ یعنی که حیرون زد، گفت که من ده فرزند دارم، یگان بار بوسه کاگی نیستم، یگان بار مثلا مچک کاگی نیستم. سبحان الله، پیغمبر الله صلی الله حیرون زد، میگه اشکال 10 فرزند یگان دفعه بوسه کاگی نیست. الله سبحانه پیغمبر الله صلی الله علیه و که خدا رحمت از دلهای انسانای دل سخت میگیره، ای دلهای انسانای بدبخت میگیره. این نشانه نیکبختی، دلسوزی، مهربانی. یعنی دلی سخت داشتن، بد اخلاق بودن نسبت مردم، بیرحمی بودن، این نشانه بدبختی انسان است، یکی از نشانه ها است. بنابر الله سبحانه و تعالی نجات. الله سبحانه و تعالی بندهایش که نسبت فرزنداش مهربان هستند، در آغوش میگیرند، انا مهربانی میکنن، اجر و ثواب بسیار میتیاد، تربیت میکنن، اصلاح میکنن، زحمت میکشن، حق فرزندان رو به اجا میارن. الله سبحانه و تعالی اینا از ثواب اجر محروم نمیکنن. زمانی که انسان نسبت حیوانات مخلوق خدا رحم دلی هستند، مهربان، الله سبحانه و تعالی او را ثواب پاداش میده، چی برسه به فرزندانمون. بنابر همین یعنی این حق فرزندان بالای ما هست که ما باید نسبت فرزندان مهربان باشیم. و بهترین و از همه زیادترین یا که مولترین نسبت مهربانی ما و شما، این پدران مادران ما و شما هستند که اینها حق دارند که الله سبحانه و تعالی میفرماید که واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یعنی که واخفض لهما جناح الذل، الله سبحانه و تعالی امر میکنه، دستور میده نسبت ما و شما که نسبت پدر مادرتون بسیار مهربان باشید. واخفض لهما جناح الذل، یعنی که طرفهای مهربانی تا پایین کن، یعنی که بسیار با رحمت باش نسبت پدر مادرتون، بسیار مهربان باشه نسبت پدر مادرتون، بسیار دلسوز باشه. این دستور الله است. از همه مهربان تر باید ما شما نسبت پدر مادر ما باشیم. تو حتی وقل لهما اوف، تو حتی الله سبحانه میگه اوف نگو پدر مادرت. نه اوف یعنی یک کلمه بد نیست، اما این یک اوف از چیزی است که پدر مادر میرنجونه، پدر مادر ناراحت میکنه. هر چی که پدر مادر ناراحت میکنه این حرام است. الله سبحانه و تعالی میگه نسبت پدر مادرتون مهربان باشه، دلسوز باشه، بسیار سخت حرمت احترام کنید. و یکی از نعمت خوب همین است که فرزند نسبت پدر مادرش مهربان میشود، دلسوز میشود، با شفقت میشود، رحم دل میشود. که الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه کهف میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فاردنا ان یبدلهم ربهم خیرا منه زکاة و اقرب رحمه. اون قضیه که دوستان که مشهور است که حضرت موسی علیه السلام با خضر علیه السلام ملاقات میکنند. حضرت خضر از جانب الله سبحانه و تعالی مأمور است، کارهای است که وقتی میروند حضرت خضر با حضرت موسی علیه السلام یک کودک ملاقات میکند، کودک نابلیغ خضر علیه السلام از بین میبرد. موسی علیه السلام پیامبر الله بود، حکم خدا را میدونست،
тоқат сабрш тамом шуд. Гуфт шумо чико кайсин? яъне ин куштан як тифл бисёр сангин аст, як гуноҳи азиме аст. яъне ки ҳар кас мекуша. субҳаналлах. ислом бин кааннама қатала наса ҷамиан. агар ҳар инсон агар беайб мақсад бикуша, гӯё ин ки тамоми мардуми рӯи дунёро ки 9 миллиард кам зиёд аст, гӯё куштааст. субҳаналлах. ҳамин қадр гуноҳи сангин аст. дар муқобилиш чи ҳар кас аман аҳяҳа, ҳар кас агар зинда монад, яъне ки ёрдам кунад, меҳрибонӣ кунад, дилсӯзӣ кунад, аз куштан раҳош кунад, ёки аз азоб раҳош бикунад, аз ҳалокат даст бигира, не аз сахтӣ наҷоташ бития, рава дар канораш проблемаш мушкилаш бартараф кунад. ва кааннама аҳя наса ҷамиа, чунон савобу самари вазми дидора ки гӯё тамоми мардум рӯи дунёро зинда гузоштааст. яъне дасти кам нагирен. ёрдам ин субҳаналлоҳ, қуръони азим, сухани аллоҳ аст. ку дар ягон фарҳанг, дар ягон китоб, дар ягон қавм, дар ягон миллат ҳамин хел чизои хуб ҳаста нест. фақат дар ислом аст. бинобар ҳамин унҷа аллоҳ субҳанаҳу ва таоло ин дастури аллоҳ буд ки ин фарзанд биланд калон мешавад, бисёр бераҳм мешавад, дилсахт мешавад, қасиф мешавад дилаш, қисват, азоб азият мерасонад падар модарша. бинобар аллоҳ субҳанаҳу ва таоло хост ки ба ҷои ин фарзанд бисёр раҳмдилу меҳрибон барои ин падару модар ато кунад. агар ториха назар бикунем, аз ҳама меҳрибонтар, дилсӯзтар аз махлуқи худо ин пайғамбари Аллоҳ, пайғамбарони худо ва расулони худо буданд ки субҳаналлоҳ, вақте ки назар мекунӣ, мутолиа мекунӣ дар зиндагишон, чӣ қадар меҳрибон буданд, чӣ қадар дилсӯз буданд, чӣ қадар заҳмат мекашиданд барои умматҳошон, то умматҳошон, то мо шумо бадбахт нашем, то мо шумо гирифтори сахтиҳо нашем, зиллат нашем, хор нашем, беобрӯ нашем. пайғамбарҳои худо умматҳошо даъват мекарданд, умматҳош дар муқобилаш бисёрош азият озор мерасонданд пайғамбарҳоро, аммо пайғамбарҳо бисёр меҳрибон, дилсӯз буданд, сабр мекарданд, нисбати озорҳошон, сахтиҳошон сабр мекарданд. пас мо ки уммати пайғамбари Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳастем, уммати беҳтарин пайғамбари Аллоҳ ҳастем, ин бисёр неъмати азим бузург аст. пас меҳрибонӣ яке аз хусусияти на фақат уммати ислом аст, пас ки ин яке аз фундаменти ислом аст. ислом худаш дини меҳрибонӣ аст. ислом яъне меҳрибонӣ, ислом яъне амният, ислом яъне сафову самимият. миллатҳо ва қавмҳо пайғамбарҳошон азият озор мерасонданд, аммо пайғамбарҳо меҳрибону сабр мекарданд. худои нохоста мо шуморо ягон кас агар нисбати мо бад ахлоқӣ накунад, ёки ягон гапи сухане назанад ки моро хушк наёяд, паноҳ ба Аллоҳ, худо наҷот, қиёмат барпо мешавад. аммо пайғамбари худо саллаллоҳу алайҳи ва саллам сабри истиқомат мекарданд. вақт тамом шид ки аз саргузаштҳои пайғамбар алайҳи салам суҳбат мекардем, аммо хай бармегардем ба нисбати пайғамбари худмон алайҳи салату ва салам, нисбати мо шумо чӣ қадар дилсӯз меҳрибон буданд, чӣ қадар барои уммат, барои мо шумо чӣ қадар гирья мекарданд. уммати мегуфтанд, ва уммати ман, сабри истиқомат мекарданд, чӣ қадар азият озорш расонданд. ториха нигоҳ кунед, вақте тоиф мерава, тоиф аз Маккаи Мукаррама дур нест, наздика бисёр медонанд, ҳозир ҳоҷиҳо ҳаҷ мераванд. он вақт, он замон тоиф як хислати хубе дошт, бисёр машҳур буданд, хислати меҳмоннавозӣ доштанд, ки ҳар инсонро меҳмоннавозӣ мекарданд, чи шинос, чи ғайришинос, ҳамаро меҳмоннавозӣ мекарданд. пайғамбари Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам умед кард ки ин мардум бо меҳмоннавоз ҳастанд, шояд ислом қабул кунанд. вақте рафтанд унҷа, он калонтаро ва раисҳои он тоиф мардуми кӯдакоша беақлора, масалан бефаҳмора ҷамъ кардан, сангора дар даст доданд ки бизанеш ва масхараш кунед. тифло кӯдако намедонистанд чӣ кор кардан. пайғамбар мо ассалом ва санго заданд. баъд аз ин ки
با کلانترها و کلانترهای قوم صحبت کرد، قبولش نکردن، مسخرش کردن. کفشای مبارکش پر ایخون شید. اونو مسخره میکردن، سنگ میزدن و پیغمبر صلی الله علیه و استقامت دعای خیر میکرد. وقتی از اونجا میروند، الله سبحانه و تعالی ملائکه که میفرستند نزد پیغمبر ما صلی الله علیه و که برای سلام ده حبیب من، سلامش گو از من، بگو که اگر که حبیب من، الله سبحانه و تعالی بسیار دوست می‌داشت پیغمبرش، همه بندگانش دوست می‌دارن، بندگان مؤمنش. گفت که حبیب من سلام گو اگر بخواهد من این دکه بالای همین طایف، یعنی طایف رو زیر زبر میکنم، تو کوه خالی نابودشو میکنم. اما پیغمبر ما سلام بسیار دلسوز مهربان بود. کفشای مبارکش پر ایخون بود، اما انتقام نمیگرفت. پس ما هم امت اسلام باید انتقام نگیریم، باید مهربان دلسوز باشیم، صبر استقامت کنیم نسبت کمبودی برادرها و خواهرها یکی سختیاشون ان شاء الله. پیغمبر الله صلی الله علیه و فرمود نه، شاید از این قوم، از این نسل کسانی ببره که یعنی که الله من پروردگار من عبادت بکنه، انتقام نگرفتن. در جنگ احد دندون مبارک شهید کردن، انتقام نگرفتن، دعای خیر میکردن. یک زمان چرا گریز که الله سبحانه و تعالی فرستاد ملائکه‌اش بگو پیغمبر برای چی خیر گریه میکنه؟ امتی میگو بسیار سخت دلش میشه برای ما شما. الله سبحانه و تعالی وعده داد که خلاصه میکنه که زیغ نشه، من در روز قیامت این حبیب من پیغمبر من نسبت امتش روزی میکنم، روزیش میگردونم. که علما و امام النووی میگه این بهترین حدیث است که این امت یعنی که با امید میگردونه، امیدوار میسازد. پیامبر الله صلی الله علیه و میفرماد که و اهل الجنه ثلاثه ذو سلطان مقسط متصدق موفق و رجل رحیم رقیق القلب لكل ذو قرب والمسلم. یعنی که صفات های بیشتری را پیغمبر الله صلی الله علیه و صفات بیان میکنه. یکی از گروهی که اون گروه ها، اون انسان ها یعنی بیشتری هستند، در روز قیامت الله سبحانه و تعالی رحم میکنه، دوست می‌داره و داخل بیشت میکنن. اون کسان هستند که صفت چی دارن؟ در این دنیا مهربان هستند، دلسوز هستند، نسبت خلق خدا مهربان هستند، نسبت خلق خدا سختی نمیکنن، بدی نمیکنن، ضرر زیان نمیرسونن، خفه و ناراحت نمیکنن، ضرر نمیرسونن. پس میگن که چی هستن؟ رقیق القلب، دلهای رقیق دارن، دلهای نازک دارن، نسبت خدا مهربان هستن. پس اون کسانی که یعنی بشناسن اون مردمی که در این دنیا، یعنی که مردمای بیشتری را در این دنیا بشناسه، یعنی اون کسان هستن مهربان هستن نسبت هم دیگر. پس کوشش کنیم ما شما ان شاء الله اگرچه مهربانی کم هم باشه دستی کم نگیریم. شب روز ان شاء الله این مهربانی را در زندگی روزمرهمون نه پیاده کنیم، زنده بکنیم و دیگران یعنی ما و شما خود اول منشأ و منبع خیر خوبی مهر محمد صمیمی دوستی باشیم، بعد دیگران بس این دعوت بکنیم ان شاء الله. در آخر الله سبحانه و تعالی درخواست میکنه که همه ما و شما را این صفت مهربانی، دلسوزی در ما و شما زنده بکنه، کمک و نصرت بکنه و تمام جمله مسلمانان مشکلش برطرف کنه. در هر گوشه و کنار باشه خداوند موفق معیت کند این دشمن امت اسلامی ناکام بگردونه. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.